بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو عزيز الغفور. صدق الله مولانا العظیم. سلام خدمت شما برادران و خواهران عزیز. درود رب العالمین بر تک تک و فرد فرد شما دوستان خدا و عزیزان الله، کسانی که در پیج ما هستین. انشاءالله که جور و صحتمند و سر حال باشین، از گزند روزگار در حفظ و امان الله سبحانه و تعالی باشین و همیشه در هر مکان و در هر جایی که هستین خوش و آرام با فامیل و اعضای فامیلتان همیشه خوش و خندان باشین. همیشه لب شما خندان، پر از شادی و پر از برکت و فیض و نعمت در رب العالمین بر خانواده های شما، بر تمام اعضای خانواده شما، بر اقوام شما باشه. انشاءالله که همیشه خوشحال باشین. دوستان عزیز و گرامی، امروز یک معلومات کوچکی را میخوایم برای شما ارائه کنم که درباره سوره ملک هست یا سوره تبارک الذی، که یک چند نکته را میخوایم برای شما بیان کنم. اولا خود تشکری از این میکنم، بعضی ها کامنت های زیبا میتن. تشکری از تک تک و فرد فردشان، چی خواهر هستن چی برادر هستن، هر کسی که هر کامنتی که میته خوب مینویسه بد مینویسه، ما دوستشان دارم و کسانی در لایف ما هم بودن هم اونا را هم دوست دارم. انشالله که خوش و خندان باشن در هر منصب و در هر قدرتی که هستن. برادران، سوره ملک، رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرماید که سوره ملک سوره 62 سوره 69 سوره از قرآن است که 114 سوره قرآن مبارک داره که 69 سوره تبارک الذی سوره ملک است که این سوره بزرگترین فضیلت و بزرگترین برکت این سوره که داره این هست که شما را از عذاب قبر فرا خلاص میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرماید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز فرمود که در قرآن یک سوره وجود داره که اگر کسی این را هر شب مطالعه کنه در روز قیامت چهرهش نورانی میشه. اگر کسی هر شب این را بخواند روز قیامت شفاعت من برای اون واجب میشه. اگر کسی این سوره را بخواند از عذاب قبر خلاص میشه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه ما پرسیدم یا رسول الله این کدام سوره هست؟ گفت سوره ملک هست و سوره تبارک الذی هست. اینقدر فضیلت بزرگ داره و کسی که سوره ملک را هر شب تلاوت میکنه هیچ مصیبت در قبر برش نمیرسه. آسان ترین عذاب قبر برش آسان میشه. عذاب قبر که انسان برزخ اولش عذاب قبر است. و حضرت عبدالله بنت معاص میگه که من یک روز در سر یک جای نشسته بودم. میگه نشسته بودم و همینجا ما سوره ملک را خواندم، ندانستم که اینجا قبر هست. سوره ملک را من تلاوت داشتم که یک بار از امی قبر میگه آوازی برآمد که اگر تو این سوره را میخوانی این سوره خودش از عذاب خودش این سوره نجات دهنده است. و این شکل یک آواز برآمد. میگه من دوان آمدم به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من از قبر چنین آوازی را شنیدم. و گفت چی را خواندی؟ گفت من سوره ملک را خواندم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که
ای عبدالله، اگر کسی این سوره را بخواند، هر شب بخواند، از عذاب قبر نجات پیدا میکنه. تو به خاطر اگر سوره را خواندی اونجا ندانستی قبر بود، ولی اون شخص هم از عذاب قبر نجات پیدا کرد باذن الله. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اصحاب خود یک روز از یک جای گذر میکرد که یک صحابه به دوان به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، از او قبر سوره ملک بیرون میشه، سوره ملک از قبر بیرون میشه. این چی کسی است؟ گفت یا رسول الله، گفت این کسی هست که رسول الله رفت خودشان گوش کرد، آمد دید که سوره ملک است. بعدا گفت این شخص کسی هست که هر شب سوره ملک را میخوانده و به سوره ملک بسیار توجه خاصی داشته. سوره ملک، بزرگترین فضیلت سوره ملک این است که شما را از عذاب قبر نجات پیدا میکنه. در روز قیامت حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند کسی که روز قیامت، کسی که روز سوره ملک را هر شب بخونه، روز قیامت دیگه چهره از اون انسان نورانی میشه. و سوره ملک فضیلت بزرگش یک است که از عذاب قبر خلاص میشین. دوم، بلا و مصیبت از خانه های شما فرار میکند. و سوم که برکت الله زیاد به خانه شما سوق میخوره، به خاطر که شما تمام ستایش رب العالمین باید تبارک الذی بیده الملک، میگه تبارک، بلند است پروردگار، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. میگه بلند است، بلند مرتبه است کی؟ رب العالمین قادر و مطلق توانای همه اشیا است. الذی خلق الموت، او کسی که میگه الذی خلق، او کسی که خلق کرد، الذی موت و الحیات، زندگی و مرگ را، کسی که میگه زندگی و مرگ را میگه او پادشاه تمام عالم هست. به خاطر همین این سوره چی شد؟ سوره ای است که یک نام این سوره نجم هست، یعنی نجات دهنده. نجم به معنای نجات دهنده، از عذاب قبر شما را نجات میده. و یک معلومات کوچکی درباره همین قسم باذن الله همین قسم سوره های دیگر هم معلومات کوچک، معلومات زیاد اگر واسطه ما بود هم برای شما میتیم. این هم یکی از بزرگترین فضیلت سوره تبارک الذی. ان شاء الله اگر این بخوانن بدانید که چقدر بر شما فیض و رحمت الله بر شما ساق میخوره. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر شب خودشان سوره ملک را تلاوت میکردن و با سوره واقعه میگفتن. واقعه به خاطر فقر در خانه انسان نمیآید که انشاءالله اگر معلوماتی شد برای در شما میارم. و سوره ملک از عذاب قبر شما را آرام میکند، هیچ عذاب قبر بر شما سوق نمیخوره باذن الله. کسی که این سوره را و کسی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند من دوست دارم که هر مسلمان و هر مؤمن و هر امت ما سوره تبارک الذی را به سینه خود دفن داشته باشه، یعنی که به سینه خود این را ذخیره کرده باشه، این را از یاد کرده باشه. کوشش بکنید برادران عزیز این را از یاد بکنید. 30 آیت هست، مشکل هم نیست. ان شاء الله اگر شما این را از یاد کنید در قبر بدانید که ان شاء الله دیگر شما عذاب نمیشین، کسی که هر شب تلاوت میکنه. و این هم یکی از بزرگترین رمزهای سوره تبارک الذی. پس درود الله متعال به تک تک و فرد شما عزیزان و دوستان خدا. به شما را به الله پاک یکتا میسپارم. درود و سلام خدمت آخر به پناه حضرت حق سبحانه و تعالی باشه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.